یک دیهاده یک بچک یک کسال شده است همین دو گپ میزنه شتوک میکشیده است همین یگون میمون میموده میمون مرحمت شما ده نوری دیده تاجی سر چوی گرم چوی خنک جوی ملایم بولیش کرپچه در سرخون شما ده شنوک مای هم میمونو که میشونیدن این سرخانه هر کدام میرفتیان هر کدام میرفتیان تمام همون بچهای دیها جمع شدیان گفتن این خیلی نمیشود کدام میمونی میبیا از همین منطقه ما خفه شده میرود و تو رفته معالجه کرده بیا مبلغ بسیار جمع کردن گفتن رو از این میکروخیروگی هستی یعنی آدم ها بله تمام خودشون ظاهرا ایواز کرده ایشون لوشون گوششون بینیشون کالتا کرده ایشون گوششون در روز مایده کرده تو هم رفته زبان تاسوس کرده بیا پول بسیار میتیان روز میگیره میره نزد دکتر میدرو نزد دکتر میدرو میگه رفیق دکتر مایا کسل دارم وقتی گپ زنده هم خیلی کم کم شتوک میکشم التماس اگر یگون دارو داشته باشه نوشته ماده تی خورده سلامت شده روم مرا بچه‌ها در ده انتظار هر التماس دکترم خیلی نگاه کرده خیلی کسل خدمت دارم آدم زاد هر خیلی میشود تو خفه نشو خیلی کسل میکرده من دارو مینویسم میتیم سحر بگه بعد ابد پیش ابد وقتی خو دوری خو میخوری خوراکی میخوری رگشتی میخوری مرحمت من گیر رحمت نوشتجاتی دکتر که گرفتی گجمیلی یعنی داروخانه نوشتجاتی دکتر گرفته است و است رفته است یعنی داروخانه درآمده است داروخانه همین ورقه دراز کرده است کسل خودش مایلو کسل دکترم چسبیده گشته طرف دارو فروش میبخشید من دکتر دوما کسل من گذاشت اگر همین دارو داشته باشه بس من تیت خورده رام من بچه انتظار هستن و دارو فروش نگاه کرده خیلی دارو خفه نشو هیچ گپ نداره آدمو هر خیلی میشود دارو از من میگیره یک خالتا دارو گرفته دو دست رفته یک جا پنهان شده 10 روز داروی خورده با امید سلامتی راست طرف دیها پیشواز گرفتیان همه یک جویا کسل در بین گفتیان ای سلامتی و چه سلامتی پیش نغز